دختر 17 ساله‌ای که در تجمع 29 شهریور مفقود شده بود. نیکا شالش رو آتیش زده توی بولوار کشاورز بوده و داشته شعار میداده. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود. عکس پیکر این بنده خدا که اون روز اتفاق افتاده بوده. مرگ دختری 17 ساله به نام نیکا از حدود 40 روز پیش تبدیل به خبری شد که جان و دل هر ایرانی را می‌آزارد. بازار شایعات هم البته داغ بود. سرخط خبرها، جزئیات تازه درباره قتل نیکا شاکرمی. دختر 17 ساله‌ای که در تجمع 29 شهریور مفقود شده بود. این مستند تلاش خواهد کرد کمی دقیق‌تر ماجرای تلخ مرگ نیکا شاکرمی را مورد بررسی قرار دهد. ابتدا باید بررسی شود موضوع مرگ نیکا چگونه در فضای مجازی و رسانه‌ای برجسته شد. بعد از 11 روز جسد رو به خانواده برمیگردونند. نیکا طی ماه‌های گذشته از مادر خود جدا شده بود و با خاله‌اش زندگی می‌کرد. خاله نیکا اولین کسی است که خبر مرگ او را رسانه‌ای و بلافاصله آن را به اغتشاشات اخیر مربوط می‌کند. نیکا شالش رو آتیش زده توی بولوار کشاورز بوده و داشته شعار میداده و اینها. بعد از اون بود که دیگه رفتیم اعلام در واقع مفقودی کردیم. یکی از دوستان نیکا در این خصوص نکات قابل تأملی را مطرح می‌کند. از اطلاع رسانی خود در BBC خوشحال بود و میگفت خیلی خوب شد که خبر به گوش همه رسید، وگرنه مردم خرم‌آباد میگفتن نیکا یک دختر خیابانی بوده و در نهایت خودکشی کرده. یکی از استدلال‌هایی که خانواده نیکا برای مرتبط بودن مرگ او با اغتشاشات مطرح کردند آن بود که چند روزی بوده که آنها از نیکا خبری نداشتند. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود، یعنی همه میگفتن که اسمی ازش نیست، آمارشو نداریم. اما علت این بیخبری با مرور چند سند رسمی روشن می شود. زن ناشناس عنوان نامه است که از طرف سازمان بهشت زهرا خطاب به کلانتری برای انتقال جسد نیکا به سالن تشریح ذکر شده است. دختری ناشناس که هیچ گونه مدرک شناسایی همراه او نبوده. در نامه دیگر افسر تحقیق پلیس دستور بازپرس ویژه قتل با عنوان دستور قضایی برای انتقال جسد نیکا از بیمارستان به پزشکی قانونی را صادر کرده و در این سند هم نیکا شاکرمی مجهول الهویه است. بازپرس پرونده نیکا در این خصوص میگوید پشت بام ساختمانی که جسد نیکا شاکرمی کشف شد فیلترهای سیگار و کیف مرحوم پیدا شد که داخل کیف حوله، عینک شنا و سیگار بود و هیچ مدرک شناسایی در کیف او وجود نداشت. گوشی تلفن همراه مرحوم هم در محل پیدا شد که قفل و در حالت هواپیما بود. جسد بلافاصله به پزشکی قانونی منتقل و از جسد انگشت نگاری شد که با توجه به اینکه مرحوم سابقه ای نداشت اطلاعاتی در خصوص هویت او به دست نیامد. بازپرس این پرونده همچنین میگوید خانواده نیکا در تاریخ 7 مهر ماه مفقودی فرزند خود را به کلانتری اعلام کردند که در تاریخ 9 مهر ماه جسد به خانواده تحویل داده می شود. بررسی این تاریخ‌ها نشان می‌دهد خانواده نیکا تا 1 هفته پس از مرگ او که در تاریخ 30 شهریور اتفاق افتاده بود حتی برای او اعلام مفقودی هم نکرده بودند. روز چهارشنبه 30 شهریور ماه ساکنین ساختمانی در یکی از محلات تهران متوجه جسد دختر جوانی در حیاط منزل می‌شوند که بلافاصله موضوع را به کلانتری محل اطلاع می‌دهند و جسد نیکا در حالی که به نظر می‌رسیده از بالای پشت بام سقوط کرده کشف می‌شود. عکس پیکر این بنده خدا که اون روز اتفاق افتاده بوده. بررسی دوربین‌های محل نشان می‌دهد نیکا شب قبل از حادثه به تنهایی وارد این ساختمان نیمه متروکه شده و هیچ کس هم همراه یا دنبال او نبوده. حالا مسئله اصلی پیش روی تیم تحقیقات این پرونده این است که نیکا چرا از بالای این ساختمان سقوط کرده؟ آیا کسی او را پرت کرده یا حادثه دیگری پیش آمده؟ تحقیقات از دوستان نزدیک نیکا یک فرضیه مهم را پیش روی بازپرس پرونده می‌گذارد.
دوستان نیکا میگویند او علاقه زیادی به حضور در ارتفاع داشته و حتی در بحث با یکی از دوستانش به او پیشنهاد خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع را داده بوده. یک بار که من اقدام به خودکشی کرده بودم و البته در همان خرید قرص موفق بودم، به صحبت راجع به خودکشی پرداختم. من با طنز راجع به تجربه‌ام صحبت می کردم که نیکا اظهار کرد بهترین راه خودکشی ارتفاع است. در ادامه او من گفتم ارتفاع خیلی ترسناکه، اما او تایید کرد راه مطمئن و غیرقابل برگشتیه. حالا مسئول پرونده به دنبال مدارک بیشتری می‌گردد. تلفن همراه نیکا که قفل بوده به سختی باز می‌شود تا محتویات آن مورد بررسی قرار گیرد. حالا این گوشی باز شده و بعضی محتویات داخل آن به دستور مقام قضایی اجازه انتشار پیدا کردند. مادر نیکا شاکرمی شب قبل از حادثه از طریق پیامک‌های متعدد از وضعیت او که به خانه خاله خود نرفته بوده اظهار نگرانی می‌کند و خواستار برگشت نیکا به خانه می‌شود. چرا اینجوری می‌کنی با ما؟ کجایی؟ نیکا جان، اگه تو تظاهراتی به من اطلاع بده از حالت خبر داشته باشم. نیکا جان، من منتظرتم. زودتر بیا خونه دیگه گلم. دیر وقت اسنپ گرفتی به من زنگ بزن. باهاش صحبت کنم، نبره بلایی سرت بیاره، خدایی نکرده تو این بیابونا. نکته مهم در این مکالمه وجود چندین پیام ارسالی از طرف مادر از ساعت 21:26 تا 23:05 شب 29 شهریور و بی پاسخ گذاشتن آنها از طرف نیکاست. نیکا سرانجام ساعت 4:57 بامداد 30 شهریور تنها در یک پیام به مادر خود می نویسد تقصیر هیچ کس نبود. این پیام چند ساعت قبل از پیدا شدن جسد نیکا ارسال شده است. نگرانی مادر نیکا بعد از این پیام دخترش تشدید می شود و پیام‌های دیگری هم به نیکا ارسال می کند که همه بی جواب می مانند. زندگی تو تباه نکن. 1 ماه برو بیمارستان، خونه 1 ماه دیگه درست میشه. خاله نیکا هم در تاریخ 31 شهریور در پیامی که نشان از پیشبینی احتمال خودکشی نیکا می‌دهد برای او می‌نویسد: نیکا عزیزم، نذار اشتباهات بقیه باعث بشن تو به خودت آسیب بزنی. حالا به دست آمدن این مدارک در کنار چت‌های نیکا با یک فروشنده قرص کشنده برنج، علاوه بر این که نشان می‌دهند نیکا در یک شرایط روحی خاص بوده، فرضیه احتمال خودکشی او را هم به شدت تقویت می کنند. سلام، من 5 تا برنج میخواستم. لطف کنین شماره کارتو بدین و اینکه ارسال واسه شهرستان براتون مقدوره؟ واسه دوشنبه. همون بسته 10 تایشو بفرستین لطفاً. فرضیه‌ای که تمام شایعات 40 روز گذشته را نقش برآب می کند. قتل نیکا شاکرمی در سندی که به دست BBC فارسی رسیده گفته شده او با صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت جان باخته.